جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. صد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شدن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دخترم نسخه دل و جانم، آرزویم امیدم ارمانم. السلام علیکم بیننده های ما و البته تماشابینان عزیز، مخلصان گرامی قدری ما. با دل نزدیک و از دیده دور مسافران، هر یک شما را خیر مقدم میگویم به این تبریکاتی ما، به این نواری ما. امروز جماعی ما حاضر است در دهه آهلیک شهر سمرقند در خانواده حاجی بابا مرادمک حاجیانه عزیز برای تبریک کردن کلین خاندان، برای تبریک کردن مفتون آیتی حاضر هستیم. از نام پدر مادرشان، از نام وهاب حاجی اکا و البته سلیمه حاجیانه امروز فرزندان عزیزشان را در جشن زادروز تبریک میگوییم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، مادران، مهمانان خانواده حاجی بابا، مهمانان خانواده استادان عزیز حاجیانه، همه شمایان را به جشن زادروزی عروس نازنین این خانواده خوش آمدتان میگوییم و البته به نزدمان حاجی بابا را، مرادمک را، همراهی حاجیانه و البته عروس نازنینش را مفتون بانا تاییدکه را به صحنه تکلیف میکنیم. پدر مادرشان را، وهاب اکا، سلیمه حاجیانه را به صحنه به نزد ما تکلیف می‌کنیم. می‌خواستیم در این روز خرسندی نیت‌های نیک را برایشان رسانیم. مرحبا. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. حاجیانه مرحمت بشنویم نزدیکتر. البته حاجی باباها را
وهاب بابا مراد بابا را تکلیف میکنیم. مرحمت. В понедельник или среду мне без разницы приеду, потому что день особый на табло календаря. استاد عزیز معلم، امروز در خاندانتان، در این خاندان پرفیض، در این خاندانی که هر یک فرزندان شما صاحب معلومات عالی هستند، با یک مهنت حلالتان، با یک مهنت های شایان و شایسته تان هر یک فرزند را صاحب علم کرده، صاحب بخت کرده. فرزند آخرین خاندان، دخترک نازنینتان امروز جشن زادروز دارند. امروز مفتونه بانو را که همچون در این خاندان دختر قدم گذاشتن تبریکگویی آمدیم. مفتونه بانو یاد کنی انومی کی آمدگی ما؟ البته از نام حاجی بابا، از نام وهاب بابا، از نام حاجیانه، سلیمه حاجیانه و البته از مسافرت، از نام زروپکه، از نام خواهرتان راحت های آیتی، از نام کریم پاشا ینگا پاشاتان مولود آیتی و جیان های نازنینتان امین بانو معتبرای شما تبریک میگویم. امروز پدر عزیز میگویند بربر در عائله برای پدر از همه مهربانترین فرزند دختر بوده است. از آنها دیده مهربانش خردیش بوده است، چرا که فرزند خردی در نظر پدر و مادر هیچ وقت کلان نمیشده است. ما از آن روز که امروز جشن زادروز دارند، از آن روزی که مفتونه بانو به دنیا آمده بودند، چقدر که طفلک نازنین تا حال در چشم ما انمخیل کودک هستند و هیچ وقت کلام نمی شود. برای ما عیدگاه خاندان هستند. امروز باشد در خاندان بختش، در خاندان عائله‌اش جشن زادروز رو جشن گرفته ایستاده است. خدا کند که همراه داماد خاندانمان، همراه طاهر جان یک جای دمی پیری نصیب کند، مانند ما، مانند پدر عروس و مادر عروسش حاجیانه و حاجی بابا شود، صاحب فرزندهای صالح و صالحه گردند. البته در این روز خرسندیش ما آمده تبریک کردن گیریم. امروز از آن پدر مادرتان، از آن اهل عائله، نزدیکان، خواهر، برادر ینگا پاشا شما تبریک میگوییم. برایتان میرسانیم. به مولودی دلافروزت تو را تبریک میگویم. به مولودی دلافروزت تو را تبریک میگویم. به جشن فیروزت تو را تبریک میگویم. به گلزاری حیات تو ز نو فصل بهار آمد، و استقبال نوروزت تو را تبریک میگویم. در این شام فرح افزا ز هر جا نور میبارد، به نور شام چون روزت تو را تبریک میگویم. ز خرسندی دلی پاکت کنون لبریز میگردد، به قلب شاد اندردازت تو را تبریک میگویم. جشن زادروزتان مبارک. همیشه روز خرسندی با مدت شما تبریک کردن گیریم. امروز حاجی باباها، حاجیانه ها در این روز خرسندی میگویند همه نیت‌های کرده ما با فرشته ها آمین میگفته است. امروز برای مفتونه بانو، برای طاهر جان میگویم من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود. آرزو دارم نخست فرزند او معلمه پسر شود. نامبرداری طاهر جان گردد میانی مردمان، نام فرزندی نخستین نام پیغمبر شود. افتگرد قرصکی بیپول زنیم بلندش مبارک باشد. زادروز مبارک، روز خرسندی را مبارک باد میگویم. و البته برای امروز صاحب جشن از نام پدرشان برای دختر ارکه خاندان، کنجه خاندان گلدسته زیبا تقدیم میکنیم. البته طاهر جان خودشان برای زوجهاشان میسپارند. مهمانان قرصک میزنیم. زادروز مبارک باشد میگویم. مرحبا. معلمه حاجیانه شما چخیره که برای مفتونه بانو شما دویم مادر، استاد عزیزی ما دویم پدر هستند. این حیات پستی و بلندی ها دارد. چخیره که مانند از شما انسان ها نمونه گرفته برای نسل نورس، برای عائله های نوبنیاد نمونه نشان دادن می ارزند. امروز پستی و بلندی های زندگی را برای همین عروس نازنین آموخته ایستاده. خانواده وهاب‌مک خرسند هستند که همراه این خیل عائله با نفوذ رشته خداوندی رو بسته. خدا با شکر میگویم که این خیلی انسان‌های با عقل و فهم هستند. برای فرزندی من دانسته ندانستگی چیزهای زندگی را آموخته ایستادند. هزار رحمت. برای هستیاتان شکرانه گفته. برای شما نیز گلدسته زیبا داریم. مرحمت پیشکش میکنیم. برای حاجیانه مرحمت.
و البته کار تیار کردن کارد و تارد امشبه میخواستیم از پدر مادران عزیز نیت‌های نفس و نکشان را برای مفتون بانو شنویم. مرحمت. سلام علیکم مهمانان محترم. شما ایتون من دختر ندارم. یکی چهارم دختر همچون چهارم دختر ما قبول کردیم. مفتون بانو را. این دختر آخرین ما همین. بگذار همراهی توی پوشت پیر شوم. چه آرزوی که دارم جامعه عمل پوشد و زندگی را دوام بیارم. هزار رحمت. مرحمت. دعا بابا. Assalomu alaykum mehmon. Xush omading. Mana chi niyatda do'stligimizni yaxshi ko'rasa. Ham to'yib ketdik, o'sha qilmish kuni. Alayhi madrasa, hurmat qilgan. Amin rahmat. هزار رحمت. تشکر. معلمه مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. خوش آمدید هم یکاتون. با همین زود روزی کنینم دختری کنجه هم گویم هم میشه. خوش آمدید. کلونم یعنی مفتونه رو با همین روزی زود روزش تبریک و مبارکباد می نمایم. و مفتونه عمری دراز، رزق فراز، همه خوشی های زندگی رو میخوام. رحمت برای هم ناتون، برای مدگیتان. سنجان برای شمانم رحمت. حاجیانه امروز از نام حاجیانه برای دخترک نازنین نشان که البته پاره قلب هستند، سرویک و مسیحچی خاندان هستند. برای مفتون بانو میگویم بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت، بخواهم از همه پیر و جوان ها فقط تنها درگین کمان ماند برایت. آرزویات تمام آرزوهای نیکتان عملی گردد و حیاتتان پر از خرسندی های زندگی باشد. و البته برای شما شیرینی تیار کردیم. مرحمت. شیرینی رو یک جای هم ما پدر مادر یک جای شیرینی رو میبریم. از خداوند کریم آرزو میکنیم همه نیت های نیک رو برای شمایان. مرحمت. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения. مبارک باشد. صادروز را مبارک باد میگوییم. و البته امروز مفتون بانو چخلی که برادر در مسافرت هستند. از نام زروخک شما تبریک میکنیم. از نام آیلهشان، از نام امینه بانو جیانی نازنینتان شما تبریک میگوییم. اما جانم
از همه مهربانی ما هستند گفته امین بانا خدا خواهد لفظ شیرین برانگر اما گفته در اطرافتان پروانه می شوند. امروز از نام زاروخکا برایتان میرسانیم دو دیده غمگسار دارد خواهر، بویی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پری آب است به دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. خواهرم جشن بهارش مبارک باشد، خودش را احتیاط کند. پدر مادر دو طرف را تاجی سر کرده گردد و ما از پیشش فخر کرده گردیم. خداوند کریم بهر آنها فرزندهای صالح و صالحه را عطا کند و من باز توجه شما از مسافرت اناپین تبریکات ها را فرستاندن گیرم. جشن زادروزشان که تبریک کردن گیرم گفته برای شما در اینجا تحفه های ارزنده و زیبنده داریم از نام زاروخکا، از نام اهل عائلتان و البته پیشکش میکنیم زادروز مبارک باشد. مرحمت. بار دیگر جشن زادروز رو برای شما مبارکباد میگویم، مبارک باشد. و البته میخواستیم این لحظه حاجی باباها نوبت رو به زنها دهیم، نوبت را به رقص و بازی سرودهای شوق دهیم و آنها را به رقص و بازی تکلیف کنیم. مرحمت سرودهای شوق مادران عزیز خیش و تباران یک جای در زیر سرودهای شوق شمایان را به رقص و بازی تکلیف میکنیم. زادروز مبارک باشد میگویم. مرحمت.
زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. در حقیقت آرزو کنید عزیزان. الله مهربان که در قلب ماست، در آن قلب آرزوهای نیک کنید، خداوند کریم آن آرزوها را عملی می‌گرداند. امروز باشد برای آرزوهای نیک پدر مادر را به هر دخترشان رساندن در خانواده حاجی بابا حاجیانه از نام باز حاجیانه و حاجی باباها تبریک کرده همراه شمایان به هم دیدیم. مانند هر روزا در پناه خداوند کریم باشید. در مسافرت گشتگی ها خود را احتیاط کنید، صحت سلامت بر وطن گردید و در این خیلی روزهای خرسندی نیست شمایان را تبریک کرده همراه شمایان دیده و دیده رسیدن نصیب کند میگویم. با ما باشید.